با نام خدا و عرض سلام و احترام به خدمت شما بینندگان عزیز کانال یوتیوب هرات. دوستان نازنین، خوشحالم که یک شب دیگر فرا رسید که در خدمت شما باشیم از برنامه لایف با جمعی از همکاران. دوستان نازنین، شب شما بخیر. در کنار ما دوستان همکارامون هم که یک سلام به خدمت شما دارم و بالاخره ما امشب یعنی 2 ساعتی که هستیم در خدمت شما هستیم. شماره واتساپ برای گوشی ها شما و تلویزیون ها شما هست. نظریات، پیشنهادات، خواهش یا حرف و سخن باشه ما به خدمت شما هستیم. دوستای نازنین، السلام علیکم. مدن باشیم به تمام همشهری های چی در داخل چی در خارج از کانال یوتیوب هرات. شما میبینیم ما میاشتیم چی داریم. سلام به خدمت بینندگان عزیز که از راه دور و نزدیک ما تماشا میکنم. سلام گرم دارم به خدمت شما. ما با نعیم جان جانو و همکارا امشب به خدمت شما هستیم از کانال یوتیوب هرات. امیدوارم که تا ساعتی که ما رو ببینیم تحمل کنیم مورد پسند شما برنامه قرار بگیریم. سلام بر همه شما بینندگان عزیز کانال یوتیوب هرات. امیدوارم که انشاءالله موفق باشید. دوستای نازنین، ما وقتی برنامه لایف میریم، ما واقعیت به شما بگم هدف ما اینه که فقط با شما دید و بازدیدی داشته باشیم. گرچه ما شما رو نمیبینیم، شما ما رو مشاهده میکنیم، هم کافیه. فقط نظری که داشته باشیم، خواهشی که داشته باشیم، نمایشی که خواهش کنیم، چی با حال چی با وقت برنامه سر کردن، ما نوکر شمانیم، به خدمت شما هستیم تا وقت زنده باشیم. ما خاک پای شمانیم. هر شخصی که ما مشاهده میکنم، هر شخصی که ویدیو ما رو نگاه میکنم، خداوند اینا رو عزت بده. به هر منطقه جهان که هستیم، افغانای ما هستیم، برادرای ما هستیم، ما از خاک پای شما با کار داریم. شماره واتساپ در خدمت شما هست. برای خود شما به این مدت که به خدمت شما بودیم تا زنده باشیم به خدمت شما هستیم. تشکر از شما که کانال هرات دنبال میکنین، سابسکرایب میکنین. دوستان نازنین، بسیار تشکری میکنیم. ما واقعیت رو بگم وقت صدا شما، پیام شما رو میشنویم، خوشحال میشیم، لذت میبریم، چون شما مسافرین. شما مدت 10 سال، 20 سال، 30 سال در مملکت غربتین. حتما برای شما سختی میشه. برنامه ما رو نگاه میکنین، دوست دارین که ما گلای لبخند برای لبا شما شکوفا بسازیم. ما از محمدی صاحب خواهش میکنیم که هر برادری که سوال جوابی دارم با ما بتونم بگم که ما جواب اینا رو بدیم و خواهشان داشته باشم به خدمت. به خاطر تماس دیگه گفتیم نمیگیریم که چون دوستا زیاد پشت خط میمونم. هر برادری که خواهش و فرمایشی داریم شما میتونیم یا پیام بدیم یا با واتساپ صدا خود روان کنیم، ما صدا شما رو بشنویم، واقعا خوشحال بشیم. به مو واسطه ما وقتی پیشتر که نگاه کردیم حدودا 500-600 نفر ما تماس بی پاسخ داشتیم که نتونستیم جواب بدیم. دوستان ما بعض از ما ناراحت شدم. هر کسی هم که از ما ناراحت شده مثلا عفو میخوایم از اینا، ما رو بخشش کنم. برادر منم چون بعض دوستا بسیار معطل شدم، بعض دوستا گفتم 300-400 ما 3 دفعه از تلفن 4 تلفن تماس گرفتیم، موفق نشدیم. 1 ساعت 2 ساعت هم پشت خط موندیم. به مو واسطه هم از طریق صدا هم از طریق پیام ما به خدمت شما هستیم. هر سوال جواب که داریم.
شما برار مانین. خداوند شما را عزت بده. تشکر از لطف شما. هر برادر هستیم نام خودم میتونیم به پیام روان کنیم ما بیشتر با شما آشنا باشیم. ما شما تشکری میکنیم دوستای من. خدای پاک یک آرومی سرتاسری به تمام افغانستان بیاره. انشالله امنیت که هست آرومی بیتری باشه که فقط خاص شما افغانیان و همشهریان و برادران و از اون کشور از هر کشوری که هستیم برگردیم به خاک خوب به وطن خوب. من میفهمم که هر روز بالا شما یک سال به زور مکان به زور منطقه به زور کشوری که شما هستیم به روی شما تیر میشه. هر جور که بگردیم خاک وطن نمیشه. شاعر گفته در چهار بیتی کوتاه هم خدمت شما زمزمه میکنم. شاعر گفته دلم بم لندن و مسکو نمیشه دل آرامی به پریس و سوئس یک جا نمیشه ای جان من آی تمام شهرهای آلمان بگردیم آلمان ما شمایی شهر نو نمیشه ای نازنینو خدا قسمت کنه همه شما رو ببینم. خب هم تقدیم به کسایی که ما رو بیننده هم. خب قربان شما تشکر از شما. سلامت باشین. خداوند شما خیر بده. برای من تشکر از لطف شما. خدای پاک امید امنیت خوبه داده امید بیغمی بده که امید دوستایی که آرزوی دیدن نیمجان و جانور دارم به خیر خوشی هم نزدیک اینا را از این شهر باستانی ما و شما به خیر ببینم. دوستایم که برای ما قلب رای کردن خود شما قلبین خود شما گلین. خداوند شما رو حفظ کنه. خداوند شما رو عزت بده. در کنار خانواده خود فامیل خود با خوبی و خوشی سپری کنیم. 1000 سال خداوند شما رو عمر بده. هر دوستی که یاد مار میکنم هر دوستی که از ما توقعی دارم خواهشی دارم ما به خدمت اینا هستیم. چشم جواب میدیم انشالله. اگر حال جواب دیم که امکان داره که وقت بگیره و کمک برنامه مثلا دیواری شد انشالله اینا رو همه برای شما جوابا شما رای میکنیم. تشکر از شما که اگر پیام دادیم یا صدا رای کردیم به خدمت شما هستیم. دوستان نازنین هر خواهشی که داریم خیر باشه. اگر شما اونجا به پا به خیریال گرم خوب نشسته ایم اتاق ما کمک سرد هسته منتها صدا شما یا پیام شما که میشنیم ما گرم میشیم. هر خواهشی داریم برای خود شما خودی هم کلا به خدمت شما هستیم. دوستان ناظرین نظر پیشنهاد انتقاد سوژی جالبی داره میتونیم از طریق شماره واتساپ برای ما بفرستیم که ما رو شما
به تصویر بکشیم. قربان شما چشم باز انشالله تماسا شما صدا شما رو باز میکنیم. انا باز انشاءالله جواب سوال شما رو انشالله باز به خدمت شما میدیم. تشکر از شما. تشکر برای من. سلام خوبی رو بخیری از شما کانال ایرادور خیلی فعالیت دارم دیگه خیلی سخت هم طرفدار شما تشکر از شما برادران. تشکر. صدا مقبول شما ما بشنیدیم. تشکر از لطف شما. قربان شما. تشکر. خداوند شما رو کم نکنه. هر فرمایشی داریم اینجا ما به خدمت شما هستیم. هر کس که سلام برای ما برای ما 100 تا سلام رای میکنیم. سلام سلامتی داره. خداوند شما سلامت داشته باشه. تشکر از شما. بیلدا منتظر شما هم شما صدا کنم. واقعا دریتون را هیچ شخصا از مثل پایش نکنه. ولد موفقه. یعنی که واسطه شماست میشه نیت کشیشتن نداشتیم. اگه دوستا ما خواهش چیزی دارم آهنگ مایم بگی چیزی مایم باز ناراحت نشه بگیم تو ماشین من نمیدونم. بعد دوستا بگم که ما زنگ بزنیم جواب بدیم. با خاطر از این که ما جواب بدیم باز پشت خط زیاد میمونم. انا باز فکر کنم که من که دوستام علاقمندام ناراحت میشم چون وقت میگیره چون یک نفر خود شما میفهمید که نیم. انا باز خدای نکرده میگم ناراحت نشیم. بازم نگیدید تو مسئله من دوستای نازنین گپ بزنید که اینجا که بسیار هوا سرده و یک روز باریشه و یک روز خنوکه دیگه اون مشتنه اون کشورهایی که شما هستین گرم هوا سرده چی رقم اگه سرد هم باشه میگو گرم هم باشه بیاجی گرمه. ما مردم افغانستان مدام هم میتو پریشونه. افغانستان این بدبختی و بلو خارج اما گازکشی و برق 4 ساعته همه تماسته. ما می فعلا 3 ساعت 4 ساعت برق نداشتیم. گفتیم باز ما این شو خودی علاقمندا خود برنامه لایف داشته باشیم که خدا کنه که برقا بیاره. از ساعت تقریبا چیزی کم 6 بود که برقا رفت که نزدیکا 10 بجا آمد. بازم شکر خوب شد که برق بیامد. خب تو من چی خواهش کردم چی فرمایید بله سلام علیکم. قربان شما برادر مساعد شما خوبه جان شما جور شما خوبه فامیل محترم خوبم.
زنده باش فریدین جان برادر مانم. زنده باشین شما. تشکر از لطف شما. برنامه داریم، برنامه هر شب داریم ما برنامه. درسته دیگه. باز همکار ما چون به دست از اینای میگم که برق نداشتیم ها، چون برق یک چند روز میشه خراب شده و ایراد تقریبا فکر کنم که 4 ساعت اگر 5 ساعت همیت تقسیم بندی شده به تمام ایراد که انا برق توزیع میکنم. انا به مو واسطه حتما 100% شما تعقیب میکنیم بیشتر و شما معلوم حقیقت هستی. زنده باشین. نه زنده باشین. خیر بینیم. تشکر از لطف شما. دیگر از تا یک روزی که اگه مشکل به حساب تکنیک میخوره برنامه نمیتونیم به نشر برسونیم. انشالله به خدمت شما هستیم. همین 4-5 نفر که بین برنامه کار میکنیم ما نوکر تمام همین علاقمندا هستیم، بیننده هستیم. ما دیگه خدمتی که نمیتونیم برای شما بکنیم. یعنی فقط نیم ساعت 1 ساعتی که به کنار تلویزیون ها خواستیم خوش برای شما تیر میشتم. برای ما افتخاره بسیار، یک سرمایه. سلامت باشین. صدا مقبول شما فکر کنم که برای ما خیلی آشنای. از آلمان به تماس نشدیم. بسیار خوب، خوشحال شدیم. بسیار خوب، خوشحال شدیم. سلام شما رو من بیبی خواهم با میرسانم. بخیر. بله ها چکار کنیم لالا. دوستان ما دیگه تماس من نقد دیدیم اینو دیگه چکار کنیم برای ما همین دوستان ما که به کشورهای خارج هستن مثل راست میگیم. بسیار خوب. الان دیگه چی بگم به خدا با شما؟ چی بگم؟ برای دیگه اب نگردیم که دل ما خدایی خیلی شکسته. دیگه درد دلی نداریم. امینه که ما مثلا حقیقت رستی بگم ما سریال که اگر بگیم زیاده که ما بسازیم خود ما مال 4-5 تا دیگه سریال داریم که اینا به خیر خوشی ما انشالله اینا رو ببریم نوبت به خیر بسازیم. هدف که اپنه بود که اگر ما مثلا میتونستیم بیشترتر مثلا از این داستانی که موضوع خانوادگیه به اون شکلی که شما اشاره کردیم ما اگر میتونستیم آزادتر میبودیم و مادر ما و بیبی ما و
همه چه برنامه بود کار میکنن خیلی با ما جالبتر میشد این بهتر بود. ما که صدا شما بسیار مقبول داریم، فکر میکنیم به پیش ما شیشته ایم. قربان شما، تشکر برار مانیم، تشکر سر مانه، خدا سبحان شما شرم نکنه. ای شبی ای دست و ای جانان ای من، دل آرام ای شده مانند زندان خانه ای من، ای جان من بود. آی به دست خوبم ای دی روان کو، الله تسلا شدلی دیوانه من. ای داد و بیداد خدا غمای دنیا را به ما داد. هر تور بالا ببین و وای، تو را زیباتر از دنیا ببین و وای، به هر گوشه بشانم من نهال وای، تو را سبزتر و هم زیبا ببینم آی. یه هم تقدیم شما برارمه، تشکر از لطف شما. خب با دوستان قربان شما، تشکر از شما، لطف شما نه، خود شما خوب این برارمه که برنامه ما به نظر شما خوبه. تشکر از شما، خداوند شما کم چشم برارم. ما حقیقت رستی شاید که دو برج بیشتر باشه که ما برای یک به مقابل لگپ والا چی خوشکادم بعد اما اسم بدیم چی به می تریک میشناسم. دو برج میشه که ما برای یک چلچلی حقیقت رستی میگردم. امروز ما پیدا کردیم یک انشالله که از ویدیوهای بعدی به خیلی خوشی از فردا انشالله به خدمت شما هستم. ما به خدمت شما هستیم. ویدیوهای قدیم هم چشم اگر شما هم سوژی چیزی تر چیزی داریم میتونیم برای ما فقط هم اسم ببریم، ما میفهمیم که چی گفت. مثلا که هر داستانی که به سر کسی آمده یا دیدیم یا شما رو مزه داده یا اسم بگیم، ما به خدمت شما هستیم. گفتن که اهل کاریم میفهمیم که باز چه کار کنیم. که ما حقیقت رستی به شما بگم، من 22 سال میشه از سال 1380 که من به داخل رسانه و سینما و تئاتر اینایم. من به هیچ برادر پیشنهاد نکردم، هیچ شخصی از خون ناراحت نکردم،
هیچ شخصی چیزی طلب نکردم، فقط امی سرمایه امی سرمایه ما فقط امی دعا شما نه که شما دعا میکنیم. به می معاشی که با ما میدن، به می گزاره زندگی خور میکنیم. فقط هدف ما اینه، ما دیگه هدفی ندارم. فقط هدف ما اینه که شما مردم، تمام شخصایی که از خاک افغانستان هم از این وطن مانم، ما دوست دارم که میگه چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. همین که سعادتمند باشم، در کنار فامیل باشم، همیشه برای ما میله باشه و همیشه خوش باشم. هدف من همینه که من به رسانه که قدم گذاشتم. بعض دوستایی هم که صدا را میکنم یا از طریق پیام، خود ما از گذره اگر خود بیشتر معرفی کنم که فعلا به کجا زندگی میکنم و فعلا از کدو ولایتم و از کدو ولسوالی هم. سلام از ما برادر من. زنده باشیم. صحت شما خوبه برادر من؟ قربان شما. ساعت شما. اینترنت ها ضعیف کامت که فکر کنم از طرف مانه ولی تماس اگر بله. برادر گلم، اگر صدا ما داریم، صدا تلویزیون ها خود پایین کنیم، از طریق گوشی خود ما صحبت کنیم. بله برادر من. قربان شما برادر من. برادر جو، صدا شما خاطر کما که بعد می آید، شما تلویزیون خود پایین کنید. حال بسیار خوب شد. یک وقتی فکر نکنیم و شما میگم تلویزیون پایین کنیم و با هم اخبار کنیم بگذاریم جمعی صدا تلویزیون پایین کنیم. بسیار خوب. نام شریف شما؟ بسیار خوب بسیار خوب. خوشحال شدیم صدا شما شنیدیم برادر من. از کجا تماس گرفتی گفتیم؟ فضل خدا سلام و خدمت شما دارم. هر 3 نفر 4 نفر. این تنها مریض و برا خوبه کردن به خوشوا شده که دادا اول عرض خوبه کردن به خود مریضم. شما الان میگه روزه داریم. میگم الان شما میگه روزه داریم که میگیم به اعتکاف 6 بیار. این تنها رو دیگه ما اول عرض خوبه کردم گفتم مریضم. برادر ما می روزا قطع رستی به شما میگیم. و می روزا هوا سرد هم هست، ما برنامه سرد میکنیم. مثل که اینا کمک که سرما خوردم. چکار کنیم برادر ما؟ خاص با خاطر شما مردم که ساعت شما تیر بشه.
شما سلامت باشین. تشکر از لطف شما. اگه همکار چیزی رفیق هم اتاق داریم سلام زیاد برای اینا تقدیم کنیم. ما رو که میبینم هم باز هم سلام بزن آقاییم. قربان شما برادرم، تشکر از شما. زنده باشین. تشکر از لطف شما. خیر ببینید. تشکر. خونه آباد. چی رو من؟ سلامت باشین. قربان شما. بخیر باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. خب برادرایی که دوستا ما که قلب رای کردم، همیشه خداوند شما موفق داشته باشه. تشکر از لطف شما. شما برای ما زور و قوت میدین. وقتی که پیام شما رو ما میبینیم، قلبایی که شما روان میکنیم، لایکایی که شما میدیم، اینا ما برای ما زور و قوت میدیم. ما بسیار به شما افتخار میکنیم. ایتا تا زنده باشیم ما آدم، تا توان ما باشیم ما به خدمت شما نمیگذاریم که شما سریال های فیلم های بیگونه نگاه کنیم. همین خدا واسه میگه بلغ سبز از توفه درویش چی کند بینوا همین دارد. الانی برنامه کار ناچیز ما با امکانات کمی انشالله ما به خدمت شما هستیم. یک آهنگ هم بسته که دیگه نشیم برای شما زمزمه میکنم. بیا که بریم با مزار مولا محمد جان، اندر مزار سخی و شای مردان، اندر مزار سخی و شای مردان. سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. علی شیر خدا یا شای مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. بله سلام. خوبیم برادرمه؟ بله برادر. سلام برادرم. صاحب شما خوبه؟ مثل که برادرم من معذرت میخوام، از هر کشوری که شما تماس گرفتیم 100% اینترنت ها شما قویه. نمیفهمم اگر چی ما وای فای داریم باز هم اینجا به خاطر که کمک هوا ابرنکی اولوده امکان داره اینترنت ها ضعیفه. تو برادر ما که 100% اون قلب رای کردیم، همیشه خداوند شما رو عزت بده، موفق داشته باشه. خود شما قلبیم، زور و قوت به قلب ما دادیم شما. تشکر از لطف و مرحمت شما. کسایی که از طریق واتساپ صدا رای کردیم، سلام رای کردیم، پیشنهاد رای کردیم، تشکر از همه شما. بسر از این سفره که ما فعلا اینجا شیشتیم، جا شما بسیار خالیه. خدا کنه که شما همین سفرگاه پرمیوی در کنار خانواده با لباس عافیت در تن داشته باشیم، نشسته باشیم. اصلا ساعت شما خوبه برادر من؟ قربان شما. ساعت شما خوبه؟ بخیرین. قربان
جان برای یادی دیده به شرط شما خیلی تاخیر زدیم به کرسی بندر عباس تو برای من خیلی گرمه آن میخونم چشم الا ای وا خدای چشم 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 الا ای وا خدای ای وازی جان مبود برگم کن شد مسافر الهی دیرت رفت رو به دریا نگه دارش تو باش حافظ و ناصر کنج باغچه دل و ماتم گرفته خدا آسمان مار به دست کم گرفته چرا نمازی شم شده به شهر ایران لب بام بیارم هم گرفته چرا لب بام بیارم هم گرفته چرا خدا چریتم شد هرا جان هرا چریتم شد هرا جان هرا جان هرا جان هم تقدیم برادر که بندر عباس تماس گرفتم و تمام بیننده ها دوستای نازنین ما به خدمت شما هستیم بله سلام امشب هوا ابرمکیه دوستای نازنین سلام لالا خوبه قربان شما ساعت شما خوبه بخیرین قربان شما خدای پاک شما شفای بده برارم تشکر از لطف شما جا شما بسیار جا شما خالی بود به انار داره میگم جا شما بسیار خالی به انار داره که رفته بودیم برار مانیم شما برار مانیم بس به شرط که لالا میشنیم
میگم به شرطی که به چکش چیزی نزنیم برای که زنگولگا که مرگم و نرم میشه. میگم به شرطی به چکش نزنیم زنگولگا که من پنجی خو فشار بدیم سبسکرایت هم بکنیم دیگه. تشکر از شما، تشکر، خوشحال شدیم. اما بخوندم الله شما برفتیم بیدیم به کوچه. دوباره بخونم. چشم چشم. قربان شما سلامت باشین. آی اگر شب سحر گرده بزودی دلارام گل از غنچه بدر گرده بزودی ای جان من آی تمام گلکا پژمرده گرده الله گل من تازه تر گرده بزودی های نازنینو به هر جا پا گذاریم زمینو همین هم خود شما خوندم هم جوانای که در کنار شما نه. قربان شما سلامت باشین برادر، زنده باشین برادرات، دوستامون هم پیش شما هم سلام بگیم. و علیکم سلامت باشین، بخیر باشین برادر گلم، بخیر باشین. بخیر باشین، بخیر باشین، بخیر باشین. السلام علیکم، ساعت شما خوبه برادر من؟ سلام برادر گلم، ساعت شما خوبه؟ بله. من فکر کنم که اینترنت یا طرف من یا طرف از ایران. بگم یک 5 روپیه بیشتر کردید من وقتی در گوشی خو کمی اینترنت شما قوی‌تر میگو. تماشا بعد دوستا قطع میشه اینترنت، فکر کنم از طرف ما مشکل داره. سلام خوبه برادرم؟ سلام شب شما بخیر برادر. تماشا صدا کنم چیز موفق نمیشیم ما چیز کنیم که با کردیم چیز خراب است فکر کنم اینترنت. بله دوستان ناظرین، به خاطر که صدا درست صحیح نمیاد کوشش کنید که پیام بگذاریم یا صدا آماده کنیم، خیلی بی‌تر میشه، دوستان انتظار نمیمونم. بخوریم
سه تابستون که دو کنیم بودیم کنیم دو کنیم برای ما جواب میدیم صدا شما رو نداریم ما. پس جواب رو نمیشته بکنیم ببینیم که ما جواب نداریم چون صدا شما نداریم یا طرف ما مشکلی از طرف شما. بله سلام علیکم. سلام از ما خوبیم برای مساعد شما خوبه؟ جان برای بعد کم کم صدا شما میاد بعضی موقع قطع وصل میشه مثل که از طرف ما مشکل اینه که ما وای فای داریم نمیفهم چی رقمه. تشکر برای گل من تشکر از شما قربان شما خیر ببینید ما هم خوشحال شدیم. قربان شما به خیر خوشی بیاییم به خیر خوشی. سلامت باشیم. اگر رفیق چیزی هم اتاق داریم سلام زیاد بار که مشاهده هم میکنم بازم از طرف ما میشه صدا ما نشنم سلام ما بگیم بر اینا. تشکر همیشه به خدمت شما نیم. روز دو نمایش ما داریم حتما به کانال رادبورگ هست گزارش هم از کانال ایرتیا داریم به خدمت شما نیم. قربان شما خداوند شما کم نکنه. سلامت باشیم. تشکر از شما. به خدمت شما دیگه چیزی از دست ما نمیاد میتونیم شما یک چاشت کچیری گوشت تلنده بدیم. زنده باشیم قربان شما. و علیکم السلام هم میگم دوستان. بخیر باشیم. خداحافظ و ناصر شما. بخیر باشیم. بخیر باشیم. خداحافظ. کیچیری گوشت تلند باشیم. آهنگ کیچیری ها تا دوستان ما تماس میگیرم و خدمتتون تقدیم کنیم چون صحبت از گوشت تلند شد. ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من. ای شکم فدایت 100,000 جان و تن من. نونم افت اگر دیدی تا بکر کنک جا کن میکنم فدا جان را نیولا در شب پلو باشد قرمه از گوشت شیشک گفترانگو باشد از برنج لیلافر یکی چیری نرمو چد یکی چیری نرمو چد ماسه چکدر عاقب گوشت لنجلو باشد ماسه چقدر عاقب گوشت لنجلو باشد.
وقت دوستا نمیگیریم میشه. خداوند شما صدا شما که ما میشنیم برای من طریق که صدایی که دوان کردیم اگه ما بیننده ایم. خداوند شما را 1000 سال عمر بده که همیشه برنامه ما نگاه کنیم. 1000 سال. من میته خوش میشم که دوستام و افغانام و وطندارام و خوش باشه. لباس عافیت بر تن داشته باشیم همیشه. صدا شما گوش کشیدیم هر برادری بودیم. ما انشاءالله به خاطر گل روی شما دوستا ما یک 2 ولایت رفتیم. یکی ولایت نیمروز بود، یکی ولایت فرا بود. انشاءالله به امید خدای پاک بعد از این 40 کلون با امید الله پاک اگر خود شما زنده بودیم انا با 34 ولایت یک ولایت که ما هستیم 33 ولایت دیگر ما به خدمت شما. بله سلام. قربان شما سلامت باشین. تشکر. من گیلک نیم بچه همی خاله خسور اینا بلیا برای ما بلیا. بله همی برادرها یا مشکل فکر کنم از ما کنی ایران یا دیگر کشور. دوستان ناظرین وقت تماس میگیریم کوشش کنیم موقعیت خوب انتخاب کنیم که صدا شما درست بیاد ما هم بتونیم از شما بشنویم صدا شما. جیگرم ما قطع نکردیم برای من اینترنت ها مثل که مشکل داره بعض صدا قطع میشه پیش خود شما یا پیش ما قطع میشه. قطع نمیکنیم ما این کار رو کی میکنیم. از ما زیده از شنای زیده آخه قربان لطف شما تشکر. صدا شما بشنیدیم بلارم خیر ببینیم. تشکر خیر بینیم. اینجا با خاطر بلارم که امشو باریشی هوا کمان که ابر میفهم که ابر باشه تلفینا تشکر لطف شما. صدا شما را از حساب واتساپ بعض دوستان واز میکنیم. سلام علیک کردیم یادمان کردیم. خداوند شما لذت بده. تشکر. امشب که چیریه لغمای بزگریه بخوریم غنیمتیه آی قلق زن همینه آی قلق زن همینه آی قلق زن همینه امشب که شبی بلوه زنها به تکدوه کاکام سیدم از سبیل میتوه آی قلق زن همینه امشب که قروتیه روغن و قروت بطیه بخوریم غنیمتیه آی قلق زن همینه کمکی بینید
دستور من پشته دیشتی که ما کنیم بیننده صحبت کنیم تو شب صحبت کنیم اختلاط کنیم اینجا سلام علیکم ناراحت نشم کرد مریض هستم ولی یک پولی برنج دست مختلف نیستا به تنهایی خوب بخوردم. یه وقت پیش نونم حداقل اپوزیسیون پیش میشه نه نمی‌دونم بله گاهی وقت که بیننده عزیز اختلاط هم میکنه دیگه خود شما دیگه نیارین دوستای ما نمیتونیم صدای کنیم یا میتونیم جوابش نمیم دوستای ناظرین اگه صدا مردار ما شما خیلی معذرت میخواهیم گردن ما را ازی نبینیم که این رقم بشه دم به دم اینترنت خرابتر میشه طرف ما نفکر کنم باش ما این بگیم پس انشاءالله فوتی‌ها رو خوشحال باشیم شما همکارا شما گزارش‌ها خوب دیار میکنیم نمای شما خوب دیار میکنیم بخصوص تنی همکار شما فرارت شما شیشتی هم که باید کمی همیت جرگه بیمیتر و همکارشان رو اینا همگی شما خوب کار میکنیم تشکر از این که دعوت بکشیم خدا خیر بده شما شما روز شما بخیر موفق باشید زنده باشین شما صدا شما رو بشنیدیم برای تشکر از لطف شما قربان شما محبت داریم مثل برف بریسته شده چکار کنیم دوستان ناراحت نشم میدن دوباره بشد داریم باید ما نمیزنیم دوستان ناظرین صدای زیبای مقبول شما رو شنیدیم بعضا که سلام رای کردیم پرسان کردیم از سید احمد جان عدل همکاران ما تشکر از شما منتها کمک اینترنت مشکل داره بله سلام زنده باشین برار گل مساعد شما خوبه شما سلامت باشین زنده باشیم سلامت باشیم ساعت شما خوب فامیل محترم خوبم راست میگم برادرم نی گناه شما نه نی از ما نه میفهم که می اینترنت موضوع اینترنت دیگه کوئی کار میفهم دست مانیه دیگه بیشتر دوستام هم حقیقت رستی تماسای هم قطع شدیم کالا جواب هم نتونستیم بگیریم سلامت باشیم تشکر از شما باشه بسیار خوشحالم برای خواهر کردن شما بسیار خوشحال باشین قربان شما همچنین برادرم تشکر قربان شما سلامت باشیم شما
سلامت باشین. قربان شما دوستا برادران. سلام زیاد هر کس دیدیم یا شب یا صبح سلام برای اینا تقدیم کنیم. زنده باشین، موفق باشین، به شما هم تبریک باشه. سلامت باشین برادران. خدا حافظ و ناصر شما. خیر ببینید. تشکر. آلند، کشور آلند خوب نزدیک به دگلالا. آلند بگن همین جدا فلکی اسپین عدیه. بله سلام سلام. قربان شما برادرم جان شما. جل ساعت شما خوبه؟ زنده باشین شما برادرم. ساعت شما خوبه؟ سلام از ما خوبیم برادر بلوه. سلام از ما برادر جان شما جوره. اینترنت ها خراب یخ خاموشیشان نکنیم شما باید ما کنیم. یعنی برادرها دق میشن ناراحت میشن تماس قطع میشه. دوستای نازنین ما برای 1 دقیقه 2 دقیقه یک وقفه میگیریم خاموش میکنیم چون اینترنت ما مشکل داره یا شما یک طریقی بلکن خوب شه انشاءالله.